خب همونطور که میدونید من فیس عطر جدید برند الیس بروکلین شدم به اسم کوینز کارامل که امروز 12 این عطر لانچ میشه و شما تو سفوراها و تمام سایت های سفورا میتونید عطر رو خریداری بکنید و واقعا باعث افتخارمه که عکس من توی سایت اصلی سفورا گذاشته شده و واقعا خوشحالم از این بابت و الانم با هم بریم ایونت الیس بروکلین که قرار این عطر لانچ بشه. خب و اینجا دیگه رسیدم به ایونت و عکسای خودم رو دیدم واقعا ذوق کردم و واقعا از این حسا براتون توی کار توی زندگی آرزو میکنم. خیلی حس قشنگی بود برام بچه‌ها و دوباره اینجا هم که من ول نمی‌کردم دوباره داشتم ذوق می‌کردم نسبت به عکس‌ها و اسم هر کسی رو روی میز نوشته بودن، بعد هر کس سر جای خودش میشست و ازش پذیرایی می‌کردن. اینجا هم که من با صاحب الیس بروکلین داشتم فیلمبرداری و عکاسی می‌کردم و اینجا هم که داشتم راجع به این عطر سخنرانی می‌کردم. اینجا هم که منو به عنوان فیس این عطر معرفی کردن و خیلی باز حس خوبی بود برام. این طراحی بامزه‌ام که می‌بینید یه سری‌ها رو گذاشته بودن که چهره و استایلتون رو طراحی می‌کردن که واقعا ایده بانمکی بود و با کلی دسرای خوشگل و فینگرفودهای خوشمزه از اون پذیرایی کردن. چیز خیلی قشنگه. مرسی از الیس بروکلین و خوشحالم که فیس این عطر بودم. واقعا عطر خیلی خوشبویه. حتما این عطر رو میتونید برید تو سفوراها تست کنید و نظرتون رو بهم بدید.